سلام رفقا، امروز آمدیم توی ماینکرافت نبرد آکازا و تانجیرو و تومیوکا رو داشته بشیم، ولی با یه تفاوت که ما توی ویدیو آکازا هم و باید همه تلاش ما رو بکنیم تا بتونیم تانجیرو و تومیوکا رو شکست بدیم، ولی هر دوتاشو خیلی قویه، ولی ما هم خیلی قوییم. بریم سراغ ویدیو. خب اون دوتا دیگه تومیوکا و تانجیرو هم بزنیم که داشته بشیم دیگه. خیلی اینو قوی هن و ما باید خیلی مراقب بشیم، چون واقعا مبارزه جلو اینا اصلا شوخی سرش نمیره. فنهای مختلف آکازا توی مودم برات تست میکنم یه تو طول مبارزه. چی خبره؟ سیمون باز بدیم این واقعا چجوری؟ اگه نبرد انیمه‌ای یا مانگایی دیگه یا هر چیزی میخواد بذارم تو کامنت ها حتما بگید. یا بود آقا اینا داد مالمون خواهی بگید ما حتما میذارم، ولی واقعا نمیشه اینا دست کنید. هر دوتا قوی. ادوانسمنت هم که داره میگیره نسبت به این مبارزه خیلی مبارزه سنگینی. تانجیرو رو بعد تومیوکا مونده باشی رو الان شکست همون شد. بالاخره تونستم موزیک 5 دقیقه مبارزه تونستم تانجیرو و تومیوکا رو شکست، ولی پایان ماجرا نیست. قرار کلی مبارزه خفن دیگه داشته باشه. هر درخواستی دارین تو کامنت ها بگین حتما انجام میدم. فعلا خداحافظ.